بچه ها، من ایپادیو هستم از کوپنهاگن. اینجا هستم تا یه ویدیو جدید در مورد چسبوندن راکت با چسبای جدید آندرو نشون بدم. این خیلی خوبه، خیلی کوچیکه، خیلی راحته برای بسته‌بندی و پک کردن. من از این برای 2 سال قبل تا حالا استفاده میکنم. من خیلی خوشحالم که از این چسب استفاده میکنم و نیازی نیست که خیلی چسب روی بچسبونید. اینها رویه های هایبرید جدید آندرو هستن، رویه های حرفه‌ای و هر کسی میتونه از اونها استفاده کنه. سطح روی شبیه چسبندگی رویه های چینی هست و اسفنج شبیه رویه های اروپایی هست. این یه میکس خوب برای منه و من میتونم با بازیکنان آسیایی رقابت کنم. من با چوب جدید اندرو بازی میکنم. قبل از اون من با چوب سیمون گوزی استفاده میکردم. این چوب جدید خیلی خوبه، کربن داره و 1 لایه چسب برای این چوب کافیه. چوب قبلی من سیمون یک کم نرمتر بود، اما این یکی کم خشکتره و 1 لایه چسب کافیه. ما نیاز به راکت داریم، 2 تا رویه، چسب، یک گیره کوچیک، قیچی و اسفنج. ما شروع میکنیم به عملیات چسبکاری. اول لایه چسب رویه، یکم چسب رویه بریزین به اندازه 1 سکه و اونو با اسفنج پخش کنید رویه. Like this. Then I'm going. سپس من میخوام رویه دوم و پروسه مشابه با اندازه مشابه چسب. این لایه هست که روی چسب زدم و اونو پخشش کردم روی تمام رویه و چسب رو به لایه های گوشه نبردم و حالا باید منتظر باشیم تا خشک بشه و شروع میکنیم چسب زدن روی چوب رو. و پروسه مشابه، یکم چسب روی چوب بریزیم. شما نیازی نیست خیلی چسب بریزید و اونو پخش کنید روی تمام سطح چوب. آخرین بار من خیلی کامنت داشتم که چرا من روی 2 تا سطح چوب همزمان چسب زدم، چون وقتی ممکنه اون رو روی میز قرار بدم چسب به میز بچسب. اما بدونید این چسب تماسیه. نگران چسبیدن چسب روی میز نباشید. شما میتونید مستقیما سطح دیگر چوب رو چسب بزنید و نمیخواد دوباره اون رو چسب بزنید و چسبی روی میز نخواهد بود. Alright guys, this is done. There is glue on both sides of چسبکاری روی 2 طرف چوب انجام شد. چوب اینجا قرار میدم تا خشک بشه. حالا نوبت روی هاست ببینیم خشک شده یا نه. نظر من اینه که
موقعی که نقطه سفیدی روی نبینم اون روی خشک شده. اگر مقداری نقطه‌های سفید مونده باشه من صبر میکنم. حالا زمان اینه که من لایه دوم چسب خودم را روی بزنم. باز به اندازه همون قبلی به اندازه یک سکه چسب روی میریزم و دوباره اون را روی سطح روی خودم پخش میکنم. And again, just spread it out. Same thing on the second rubber. من حالا روی دوم رو انجام Just a little میدم. bit of glue یکم چسب and spread it و out. پخشش میکنم. Make sure that the layers are even, that there is not a wave shape, you know, to make sure that مطمئن باشید که چسب حالت موجی پیدا نکنه و یک دست باشه. Alright, چون so قراره that's it for به the gluing سطح چوب part. بچسبه. Now we just have to wait. Usually I wait the whole night, so I just glue my rubbers in the این هم evening, and چسب when I کاری wake بود. up, the first thing that I do is من to glue حالا my دیگه rubbers. صبر But I would میکنم say that تمام at شب least را you به should طور wait for مثال 3 hours تا to be صبح able صبر to میکنم glue your موقعی که rubbers از and خواب make پا sure that میشم. they are all dry. ولی And by حداقل doing that, 3 you would be able ساعت to play صبر directly. میکنم Your first session تا should be مطمئن بشم که good enough تمامش خشک شده. because if you glue your بعد rubber از این too کار شما early, then قادرین که it might مستقیما actually باهاش dry بازی کنید. inside the racket. این And the و first در couple of اولین sessions, you جلسات might شما have trouble احساس فیلینگ finding your را feet. روی Alright guys, چوبتون my درک rubbers میکنید. looks ready. So as you شما can see, there is میبینید no که more glue on چسب it. So now I'm ready سفید to رنگی روی put چوب the نیست. rubbers on my من racket. حالا I میخوام would روی say ها that رو روی normally you چوبم should قرار use بدم. a من roller معمولا like this از or even رولری smaller شبیه than این that. استفاده This one is میکنم. pretty big. But me, I usually اما use گاهی my موقع‌ها elbow من از and for the دستم sake of this استفاده video میکنم. and to make sure that I glue my من rubbers برای این correctly, ویدیو I will use از my elbow دستم for the استفاده video. میکنم. So of course I start by با جدا removing کردن بخش the پلاستیکی plastic روی here and I will put it عنوان later on. چیزی که As I قبلا said گفتم earlier, من there به is طرف also چوب glue چسب زدم. both sides of my racket, so مطمئنم که make sure that میز there is تمیزه و no هیچ چسبی روش glue نیست. on the table. I من put my راکتم رو در racket on گوشه the میز edge of قرار the میدم. table. از انتهای روی شروع Start میکنم. by the مطمئن bottom. میشم که پایین روی Make چسبیده sure that the کاملا bottom is و روی را glued به and وسیله start دستم روی چوب putting the میچسبونم. rubber on the racket with my elbow. Then I make sure that the edges are مطمئن میشم loose. که لبه های روی به سطح چوب چسبیده، خوب I چسبیده. take one scissor and من از یک start قیچی استفاده by میکنم و the bottom از سعی میکنم of the از racket پایین here. روی شروع کنم. من قیچی رو مماس I با take care to چوب stay in حرکت contact میدم. with the racket while I'm gluing my rubber. Perfect. And before to put the second rubber, I make sure again that the edges حالی قبل از قرار دادن روی are دوم glued. And now با I دستم can سعی jump to میکنم the لبه red های راکت رو rubber. دوباره بچسبونم، مطمئن بشم. There. میرم سراغ روی قرمز. با یه پروسه Same مشابه process. Make sure that مطمئن بشم که پایین روی به stick چوب to the blade. چسبیده.
see, there is no wave on my racket. My racket is perfectly میبینید که good. هیچ Here the موجی voltage is روی also من مشاهده good, so this نمیشه. is good. I also make sure that my اون rubbers is به not صورت trespassing عالی too چسبیده much my blade and is not و تمام legal. لبه I think های you are allowed روی only به on راکت 2 چسبیده. millimeters above the racket. But me, I try to stay as close as possible to the wood because also when you also play some short game, الان then روی you من also, از or نظر if you قانونی هم want to go مشکلی in free, you نداره. can make some short game. قانونا 2 میلیمتر از The سطح چوب میتونه rubber بیرون is تر not باشه، ولی scratching من too سعی much میکنم the کاملا به table. سطح And the چوب ultimate test چسبیده is باشه، actually to چون just برای بازی های bounce کوتاه باعث the نمیشه ball که all به over the سطح میز racket to تماس see if پیدا there is کنه. no من weak سعی میکنم spot. که And as I بالانس can see راکت رو here, روی تمام it's نقاط perfect. راکت As I said, I امتحان have a کنم. hybrid rubber, so the روی ball is هم not bouncing بالانس too much. مشابهی نداره چون یکیش And for the چسبندگی spin, داره. it's also perfect here. برای پیچ هم عالی هست. So, yes, تمام that's این it یه for this ویدیوی tutorial. I آموزشی hope that از you من enjoyed بود. it. And if you did, اگر please give me a لذت thumbs بردین up and کانال subscribe my منو channel. That would mean a سابسکرایب lot to کنید. me. Thank you guys and see you soon. متشکرم و به زودی میبینمتون.